دوران دوران تو از من چی میخوایی؟ اگه میخوایی زنده باشی استاد به گپایم خوب گوش کن. فهمیدی؟ مثل یک خانواده شده اما تو نیست. تو ما و استاد ملکه بسیار زیبا شد. بیا که دوباره به جایش نصبش کنیم. وقتی استاد ملکه ببینه بسیار خوش میشه. در پشت این رسامی نوشته است: شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. برات نوشته میکنم چون جرأت ندارم میگم در مقابلت برات بگویم. نام هست خاله جانان با استاد ملکه نوشته کده. ما در حق تو یک بدی بسیار بزرگ انجام دادیم. توبه توبه. با استاد ملکه ما چی بدی کده باشن؟ الیف جان این لاکو پاره میشه. الیف شاید چیز مهم باشه. بله بله زهرا ملکه است؟ آقا دوران؟ نه در خانه نیست. از کجاست؟ برش زنگ زدم جواب نداد. برای خریداری بیرون رفته آقا دوران. بعدن برم تلفن کرد گفت پیش آقا آزاد میرم و پس میایم. گفت نه وقت نمی کنم. اما تا هنوز نامده. وقت آمد برش میگم آقا دوران. ضرور نیست. شام بخیر. میرفتی؟ خوش آمدی وکیل صاحب. بشی. وقتته. زیاد نمیگیرم آزاد. تاریخ محکمه معلوم شد. خواستم به تو هم بگویم. پس بسیار به زحمت شده. هفته آینده همین روز بخیر تاریخ جلسه ماست. بدون واقع الهی بخیر علی و زهرا از هم جدا میشن. انشالله. راحت باش. من همونطور گفتم هیچ گپی نمیشه. تشویش نکو. بالاخره قضیه طلاق از بیاده. در یک جلسه فیصله میشه. هفته آینده اونا بخیر از هم جدا میشن. تو خو میگی وکیل صاحب. درست است. علی و زهرا با هم جور میاین. اما ما از نوجین مادر میترسم. اگه مانع شوا باز چی کنیم؟ نوجین مادر هم چیزی کده نمیتونه آزاد. به خاطر که زهرا دختر راشد نیست. ثابت هم شده. قضیه بدل هم از بین میره. اونام نمیخواین که یک جای باشن. باید اونا قبول کنن دیگه آزاد. انشالله وکیل صاحب. که همه قسم شوه. نوجین مادر، فاطمه غذا آماده کنه. داخل بیایه؟ بگو بیایه.
سلام علیکم. نوجین مادر، کباب و چوپان و پلاو آوردیم. کوفتم آماده کردیم. شما خوش دارین اما تو نیست؟ نوجین مادر، میشه بگوین چه وقت به خانه میایین؟ حولی بدون شما کاملا خالی است. میفهمین کل ما هر روز چشم برای شما هستیم نوجین مادر. چرا؟ در نبود من کارهای خود با آسانی انجام دادن نمیتونم؟ چرا چشم برای من هستن دختر؟ این قسم نگوین نوجین مادر. کلگی پشت شما دق شدن، کلگی جگرخون و پریشان هستن، چهرهشون افسرده شده، هیچ گپ نمیزنن. باید بسیار فکر کنن در این باره. باید فکر کنن که ما چی کردیم و چرا این کار کردیم. شبتان بخیر. شب بخیر. فهمیدی وکیل صاحب؟ فهمیدم. ما هم دیگه باید برم آزاد و تو هم دیگه زیاد تشویش نکو بیادر. فهمیدی؟ به خاطر که نوجین مادرم دیگه چیزی کردن نمیتونه. خدا کنه اما قسم باشه. زنده باشه. تشکر. آزاد. ملکه اینجا آمده بود؟ بله آمده بود. چی شده؟ کجاست؟ از اینجا رفت. شاید خانه رسیده باشه. دوران چی شده؟ باهو در تعقیب ملکه است. حالا بره. گپای ما خوب گوش کو استاد محترم و درباره شام کمی فکر کو، با خاطر که بار دیگه تکرار نمیکنم. از تدریس کردنت منصرف شو خانم. اگه قدم خدا بار دیگه با اونجا گذاشتی باز میکشمت. شما را به این کارا چی غرض ها؟ ما فقط به شاگردا تدریس میکنیم. دیگه تدریس نکنین و داینده می کارا نکنین. او مکتب نباید افتتاح شوه. اگه ما افتتاح نکنم کسی دیگه افتتاح خود کرد. فهمیدی؟ درست است. همراه او هم گپ میزنم. اگه او هم مثل تو به گپای من نفهمید باز از یک راه دیگه او را میفهمم. شماره را که به تماس شده اید فعلا به دسترس نمی باشد. لطفاً بعداً به تماس شوید. الیف شاید چارجش خلاص شده باشد. هیچ تشویش نکن خواهر جان. چند دقیقه بعد حتما میایه. راحت باش. در راه است. بیا که تباره میبینیم. هر کدامش خوشت آمد انتخاب کن که مبرد با خانم. حالا بیا. این خوب کتاب است. بیا بشینیم. میبینی چقدر قندول سماتو نیست؟ بسیار مقبول است. بیبی ایلیف، استاد ملکه چقدر مقبول است. اما چرا نصف دیگه عکس نیست؟ با ملکه زنگ زدم در خانه نیست.
با موبایل خودش زنگ میزنم. شماره مورد نظر خاموش می باشد، لطفاً بعداً. تلفنش خاموش است. چرا اول برام نگفتی دوران که تدبیر خودم میگرفتیم؟ با ملکه گفته بودم. چی بفهمم آزاد، چون مطمئن نبودم. براش چقدر گفتم که ملکه ای کارا نکو، با خود درد سر خلق نکو، اما او گپ من نشنید. این قسم نمیشه. باید از یک راه کوتاه بریم. طرف دستراست توقف که دوران. دوران تو طرف پایین برو، ما طرف بالا میرم. درست است. دی عکس چقدر خوش معلوم میشه، اما تو نیست. بیش از اینکه طفل خودت آغوش بگیره از دست دادم. انسان با از دست دادن والدینش زیاد ناراحت میشه، بسیار زیاد. یا با از دست دادن طفلش. بیا. کاش که مادرها اولادای خوده و اولادا مادرهای خوده از دست ندن، اما تو نیست. فهمیدی یا نه استاد محترم؟ در کار ما مداخله نمیکنی. از تدریس و رفتن به مکتب دست میکشی. نه خیر، من منصرف نمیشم. تو را میکشم. با یک پلک زدن شارگت همه برم و میکشمت. کسی صدایتم نخواد شنی. اگر میخوایی بکش. با جای من یک معلم دیگه خواهد آمد، او ادامه میده. مانعی کار شده نمیتونی. مانع اوام شده میتونم و تو را به قسم عبرت به دیگر را سرت قطع کده یک منار آویزان میکنم. بعد از او هیچ کسی دیگه جرأت ای کارا نمیکنه. فهمیدی؟ ملکه! آزاد! من اینجا هستم! تو را بعدا میبینم معلم خانم. بسیار زود تو را میبینم، باز خواد دیدی. هر وقتی که خواسته باشی، اما به غیرت آوارید شب تاریک امرای چاقو برای تهدید نکن. اگر جرأت داری آدمواری بیا و امرم گپ بزن. تو را قسمی جذابتم کرد تا دیگه جرأت گپ زدنم نداشته باشی. ملکه! گوش کن استاد، گوش کنی پیش پلیس رفته شکایت نکنی. اگر نه برات بسیار بد خواهد شد. تو را از بین خواد بردم، فهمیدی؟ نه تنها تو بلکه اقاربت هم از بین میبرم. فرار نکن، تو را میگم احمق! خوب هستی؟ او به غیرت کجا رفت؟ او طرف فرار کرد. گوش کن ملکه، تو را خود چیزی نشده؟ بابا کجاستی احمق؟ خدا نشان بده. بیبی ما آمده. نامرد صورت بزن نشان میتی ها؟ اگر مرد هستی خدا نشان بده. زود باش.
میایم. بخیر به زودی خدا به تو نشان میتم دوران. استاد شده میتونی؟ بخیز. آره دیگه جانم. چی شد؟ نیست فرار کده. هر جایی که رفته باشه پیدایش میکنم. با دستای خطور جزا میتم خاطرت جمع باشه. نه دوران با پلیس میگیم. صبر کو، چی میکنی آزاد؟ با پلیس لطفا نگو. اگه نه به دیگران ضرر میرسانه. هیچ بده کده نمیتونه. او دیگه چی گفت؟ از تو چی میخواست؟ گفت باید از درس دادن دست بکشم. گفت دیگه یک قدم تام نمونی. دیدی؟ ما برات چند بار گفتم ملکه. برش گفته بودم. میفهمی چرا دوران؟ ها؟ وقتی ملکه ده گپ زد کنه باز هر کسی که برش بگویه قبول نمیکنه. شما گپ مرا گوش کنین. خوب شد که مرا از او آدم نجات دادین. مثل طفلا بالای ما گپ نزنین. به هر صورت خدا را شکر که جزای خدا دیدی. فکر نکنم دیگه به درس دادن توی قسم فکر میکنی؟ طبعا که میرم. اگه او احمق نمیخواه که ما با شاگردا اینجا تدریس کنیم، حتما کدام هدف شوم داره. من به خاطر این کار کوشش نهایی خود انجام میدم. بسیار خوب. پس برو دخترها را بگیر، همراه ما به قصر ببریم. تشکر میکنم. اگه همراه دخترها به قصر بریم، اونا میفهمن که حتما مرا کدام چیز شده، تشویش میکنن. نباید اونا را بترسانیم. آه ملکه، کمی تو هم بترس. دیدی یادم از خدا ترس ندارن. ما از اونا نمیترسم دوران. فعلا چیزی که به ما آرامش میبخشه دیدن زهرا و ایلیف است. هرچی عاجل باید خانه برو. مرا خانه میرسونی؟ البته که میرسونم. اگه تو با ای خوش میشی پس بیا که بریم. باز برات زنگ میزنم. ملکه به تو یک خبر خوش دارم. امروز وکیل آمده بود. جلسه محکمه هفته آینده است. یعنی هفته آینده زهرا طلاق میگیره؟ بالاخره به خوشی های خود میرسه. از این خبرت بسیار خوش شدم. میفهمی با وجود تمام مشکلاتی که داشت، دیدنی همه خوشی ها بسیار خرسند کننده است. نتیجه کار خدا بالاخره حاصل کردیم. خدایا هزار بار شکر. امی که تو خوش هستی برای من همه چیز است. شاید استاد ملکه یک روز تصاویر ما را در اینجا نصب کنم. ما خانواده او نیستیم اما ما را زیاد دوست دارد. ایلیف، بسیار پشت گپ زدن دق شده، میفهمی؟ میخوای مرا خواهر بگویی. پشت خندید، آهنگ خواندنه، بسیار دق شده. ایلیف، حداقل یک بار خواهرک چی میشه لطفاً؟
سلام دخترا. خوش آمدین استاد ملکه. معذرت میخوایم، کم ناوقت شد. به خاطر شما زیاد به تشویش شدیم. در یک دوست خدا دیدم، از او خاطر ناوقت شد. شما هم شاید گوش نشده باشین نه؟ من براتون یک چیز آماده میکنم، درست است؟ زنده باشی. نه خیر مادر، نمیخورم. نوش جانتان. خوش آمدی بچه. خوش باشین. خوش آمدی. گوشنستی چیزی میخوری؟ نه مادر، گوشنه نیستم، تشکر. هفته آینده دمی روز جلسه محکمه است. یعنی از زهرا طلاق میگیرم؟ هیچ خوش نشین. نوجین مادر هرگز اجازه نمیده. از نوجین مادر کی اجازه گرفته ها؟ ما طلاق میگیرم. نه نوجین مادر، نه کسی دیگه مانیم شده میتونه. بچم گپای ناخ نزن. وقتی نوجین مادر اجازه نده چطور میتونی طلاق بگیری؟ خواد دیدین مادر، ای بار نه نوجین مادر، نه ای رسم رواجتان مانیم شده میتونه. زهرا را طلاق میتون. ای میشه امرای ای 4. فامیدی خواهرکم. بعدا دورم که اضافه کنی. زهرا جان، چرا ناراحت هستی جانم؟ من به خاطر خوشی تو در محکمه جلسه گرفتم. بخیر از اونجا نجات پیدا میکنی. با طلاق گرفتن تو یک هفته مانده. بسیار زیاد میترسم استاد. بسیار میترسم که بازم کدام حادثه بد واقع نشم. ضرور نیست که بترسی. ما نتیجه دکترم داریم. هیچ کس مانع طلاق تو شده نمیتونه. نوجین مادر زیاد قهر میشه. هنوز تصمیم خود نگرفتم. گپ نوجین مادر دیگه هیچ اهمیت نداره. چیزی به گفتنم باقی نمونده. مانع شده نمیتونه. و دیگه ای که تو بعد از این مکتبم رفته میتونی. شاید که بخیر معلم شوی. تو زیاد وقت خود ضایع کردی و زمان برباد رفته را باید تلافی کنی. بسیار باید درس بخونی. میخوانم استاد ملکه. بسیار زیاد درس میخوانم. شب و روز درس میخوانم و معلم میشم. در داخل برات یک میز میارم که سرش درس بخونی. با الیفام یک تخته. بیدارش نکن. تو بخیز. اتاق تنه باز کجانه. من الیفه میارم. خواب راحت داشته باشی. شما همچنان. گپ زد. الیف گپ زد استاد ملکه. الیف او هیچ نمیفهمه که گپ زده. امرای شادی رفتار که درست است. اما اولین بار است که گپ زد. بله جانم گپ زد. بخیر الیف خوب میشه. کل چیز خوب میشه جانم.
با امید خدا هر دویتان خوب میشین بخیر. استاد ملکه کافی است که خواهرم خوب شود. به خاطرش هر کار بگوین انجام میدم. جانم. دخترم چای برام بده. خدا لعنتش کنه. چرا عصبانی میشی برفین؟ جمعش میکنم. تو چرا ناراحت هستی؟ تو چقدر راحت هستی؟ هیچ حس میکنی یا نه فرمان؟ تو مثل طفل از هیچ چیز خبر نداری. نوجین مادر تا هنوز خانه نامده. عاقبت ما معلوم نیست. هنوز میپرسی که چرا ناراحت هستی برفین؟ بس چی کنم برفین؟ از دستم از چیز ساخته نیست. منتظر فیصله نوجین مادر هستم. فهمیده شد باز خدا مهربان است. یک چاره پیدا خود کردیم. یک چاره پیدا خود کردیم. از دست تو خو هیچ چیز ساخته نیست. درست از دخترم، آرام باش، آرام باش. هیچ قابل تشویش نیست. یک راه حل پیدا میشه. پدر مادرت میخواد که اعتبار خانوادیتان زیر پای نشه. اما تو فکر کن یک راه پیدا کرده نوجین مادر قناعت میتن. تشویش نکو دخترم. پدر اگر نوجین مادر یک بار فیصله کرد هیچ کس مانع فیصله شده نمیتونه، حتی پدرم. باز بیشو دعا که نوجین مادر یک فیصله خوب در حق ما بکنه. بخیر یک بار از این مصیبت ها خلاص شویم. قربانی میکنم. 40 دانه گوسفند قربانی میکنم. پدر خوب هستین؟ خوب هستم. 40 دانه چی ضرور است؟ 40 دانه یک دانه کفایت میکنه. توبه تو میخوای ما را قصدار بسازی؟ 40 دانه مو ثواب داره، یک دانه مو ثواب داره. قربانه چم یک دانم کفایت میکنم. فرمان تو برو امروز ایلیفا بیار. اما قدر بس از که همراهی معلوم بود. اصاب من خراب نکنم. مام درباره ایلیف فکر میکردم. من امروز به دیدنش میرم. خوب برو، اما او همراهیت بیاری. بیا از 100 قسم بلا را سر ما آورد. خدا میفهمه که دیگه چی کارای خواد کرد. خب اگر چند روز دگان باشه خوب میشه. اگر نه زهرا هر روز به خاطر او سرگردان میشه. با این همراه خواهرش خوش باشه. گناه داره. او هنوز طفل است، نمیتونه تحمل کنه. باید چند روز دگان همراهش باشه. دخترم چای پرتو. میبخشن فراموشم شد. دنان سلام بزنم. درست است. زهرا جان حالا دیگه ایلیف کلان دختر شده. نام خدا خودش میتونه. فهمیدی؟ اما تو نیست ایلیف. بگی خواهرک. من میخوایم بعد از صبحانه یک بار به حویلی برم. اگه نه باز قهر میشن. درست است زهرا جان. پس در این صورت ما همراه ایلیف به صنف درسی میریم. بسیار کارهای ما باقی مانده که من تنها انجام دادن نمیتونم. ایلیف باید برم کمک کنه، اما تو نیست. گفتم بیاین دیگه. بس همه قدر. کلشان پریشان هستن. بدون شما هیچ کسی خوش نیست مادر. گفتن بان که راحت باشن کارهای خود انجام بدن. قهر مادرم به آسانی از بین نمیره. نمیفهم دل او را چطور به دست بیاریم. هر قدر عذر کردیم برش گفتم اما هیچ قبول نکرد. خاموشی او حتما کدام دلیل داره مادر. با آزاد بچهت بگو که برای قناعتش بده. اعصاب مادرم خراب کرد. گپشان نشنید. رسم رواج مد نظر نگرفت. مثل همیشه کار دل خود کرد. رسم و رواج از انسان کرده با ارزش است. چیز بالاتر از کلام پروردگار نیست. تو میفهمی چی میگی قدیم؟ تو میخوایی با ما بگویی که گپ مادرم غلط از جمال؟ چرا بوده نمیتونه؟ کدام انسان دیدی که به اشتباه و جامع الکمالات باشه؟ نباید درباره یک مشوره شوه؟ امو قسمه که همه چیز فراموش کردی. رسم ما رو فراموش کردی. گپ زدن درباره رسم رواج ما در شان ما نیست. تو با این کارا
هیچ غرض نداشته باش. فهمیدین؟ امروز ما به خاطر پاکایی در اونجا میرم. یک بار از نوجین مادرم میپرسم شاید تصمیمی آمدنه داشته باشه. درست است. موتر را آماده کن. از اینجا میریم. نه بچهش مادر. شکر که از اینجا میریم. تا روز جلسه محکمه صبر داشته باش. کدام کار اشتباهی نکنی. فهمیدی؟ درست است بیادر، فهمیدم. من کدام کار نمی کنم. وقتی دیگرها بالایم گپ میزنن تحمل کردن نمیتونم. خیر است. اگه اونا بالای تو گپ هم زدن تو چیز نگو. آرام باش. بالاخره به هدف خود رسیدیم. کم مانده. درست است؟ درست است بیادر. خب دیگه من میرم. بیادر؟ به نظر تو یعنی ما بعد از اینکه طلاق گرفتیم همراه سونا عروسی کردن میتونم؟ ولی کاش که برای جواب مثبت دادم میتونست. نمیخوایم ناق برات امیدواری بتن. سونا را فراموش کن. نمیخواسته میگه پا برات بگویم. خدا را شکر که آورده تانستی. 1 ساعت شد که برد گفته بودم. صبح سر گاز بود خواهر. از او خاطر مجبور بودم منتظر باشم. هر کار تو همه قسم است. در روز اول بهانه را شروع کرده. این قسم دخترها غیر از بهانه دیگه چیز یاد ندارن. نه خیر خواهر، من هیچ خوب نیستم. سرم بسیار دور میخوره. شاید مریض شده باشم. به خاطر که زیاد میخوابی. اگه کم بخوابی حتما خوب میشی. برو دیگه ایستاد نشو. برو اتو رو خلاص کن. از دیروز تا حال لباسان اتو ماندن. باز چی شده؟ چی میگفتی نازن؟ به خاطر که کار نکنه چند روز میشه میگه مریض هستم. نه خیر باور کو، دروغ نمیگم. چی شده؟ واقعا مریض هستی؟ نمیفهمم اما دست و پایم لرزه داره. بسیار خوب، برو استراحت کن. کارا باشه بعدا انجام میدی. زیاد برش روی نده. اگه نه سر شانای ما بالا میشه. زیاد گپ نزن زنه که بخیز خودت انجام بده. بان که استراحت کنه. فهمیدی؟ غرضش نگی. او دختر عقل و منطق شوهر تا کاملا از خود ساخته. خداوند مشکلت حل بسازه. من میفهم چه قسم عقلش دوباره در سرش بیارم. زهرا جان، تو را به قصر میرسانیم. بعد ما طرف صنف درسی میریم. درست است؟ صبح بخیر. صبح بخیر. خیرت از این صبح وقت منتظر ما بودی؟ نه خیر، ما ازم اینجا میگذشتم. شما کجا میرین ملکه؟ برسانمتان. هوا خوب است. وقت ما هم زیاد است. تشکر میکنم، خود ما میریم. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. دوران خیرت باشه. تو در اینجا چی میکنی؟ با همه خاطر که تو اینجا آمد. امروز باید یکی تان از من محافظت کنین. این قسم 2 نفر در یک روز نمیشه. به هر صورت امروز زیاد کار داریم. من همراه ایلیف به صنف درسی میرم. خب زهران به قصر میره. خوب است. بیا زمان به صنف درسی میرفتم. یک جا میریم.
تو زهرا را به قصر برسان. درست است درست است. جانه باز میبینی. برم دیگه. بره. آزاد کاملا از نظر نوجین مادر افتیده. گپش نمیکنه. میترسم شاید بگویه که تو دیگه خان نیستی. ده اصل کسی که غلام باشه خان بودن نمیتونه. خان کسی را میگن که صاحب صلاحیت باشه، ترسون نباشه، جسور باشه، طرفدار حق باشه. آزاد این کارا را بسیار خوب میکنه. تو تشویش نکن. بالاخره یک روز نوجین مادرم درک خواهد کرد. تو هم همه قسم بودی. یک بارم ندیدیم که به خاطر خان بودن دعوا کرده باشی. همیشه با انصاف بودی. ترحم داشتی. از همین خاطر کلگی تو را دوست داشتن. شاید آزادم همه قسم باشه. زهرا خوش آمدی دخترم. خواهرت چطور است؟ خوب است؟ تشکر میکنم، فعلا خوب است. چی؟ نوجین مادر آمده؟ تصمیم گرفتن یا نه؟ چیزی گفتن؟ نه دخترم، تا حال نامدن. خدا میفهمه اونا چی فیصله میکنن. وصیتت انجام داده نتونستم. پدر نتونستم. از رسوم خود به خوبی محافظت نتونستم. گپم حتی بالای اولادا و نواسای ما هم تاثیر نداره. آزاد نور چشمم، نواسی که از همه کده دوستش داشتم، گپ مرا نشنید و رفت. اما اشتباه از خودم است. ما برش فرصت دادم پدر. بعضی اوقات با بخشش و چشم پوشی و بالاخره انصاف کردم. یعنی از رسوم چشم پوشی کردم. فهمیدم که ما اشتباه کردیم، اما اونا مرا ناراحت ساختن پدر. کار ما به اینجا رسیده ها. شمشیر از غلاف بیرون شده. نیت ما خیر است و به خداوند عقیده داریم، اما بازم نباید بی تدبیر باشیم. من نمیتونم زندگی تو را به خطر بندازم. اگه خواسته باشی میتونی از این کار دست بکشی. ما نمیخوایم جبران این کار انجام بدی. از یک طریق دیگه کوشش میکنیم که از عهده این کار براییم. تو میتونی که بعداً به جمع ما بیایی. استاد، من از او افراد نمیترسم. در تصمیم خود جدی هستم. این صنف درسی حتما باز شوه. من اینجا هر روز به خاطر درس دادن میایم. شما تشویش نکنین استاد. من متوجه استاد ملکه میباشم. هیچ کسی را آزار دادن میتونه. من خو میگم یک بار دیگه هم فکر کن. ما به تو بسیار ضرورت داریم. فکر کردم استاد و تصمیمم گرفتم. برو دیگه، تو هم خود از کار بار ننداز آزاد.
درست است استاد. خب دیگه من به اجازه تان میرم استاد. شما هم روز خوش داشته باشین. باید خوبی بچه. تشکر استاد. جانم. زمرد خانم، ما دیگه میرم. کارای نوجین مادر خلاص کرده دوباره پس میایم. سلام مارم برشان برسان. بگو که دستتانم میبوسن. بچه شم برشان میگم. اومده میتونم خاله فاطمه. شاید بتونم مادر کلانه قناعت بتم. شاید دو رو به خانه بیارم. اونا به گپ هیچ کس گوش نمیتن دخترم. حداقل میگم که بالای آقازات قهر نباشن. از خاطر ما بالای و بسیار زیاد قهر شدن. ما فکر نمیکنم که کار نتیجه بده، اما بازم برو دخترم. حالا دیگه دخترم بیا که بریم. روز خوش خواهر. ما دیگه به فقان رسیدم بیادر. هر روز دکان یکی رو میزنه. این قسم خانه میشه. ما خود دیگه خسته شدم بیادر. باید یک کاری کنه. خیرت باشه بیادر. چی گپ است اینجا؟ دزدا باز صاحب دکان عبدالله دزدی کرده. ما دزد را میپالیم که همین دیوانه نباشه. البته جانم دیگه کی بوده میتونه. آقایان صبر کنین. شما خود مرجان بسیار خوب میشناسین. تا حالا تو یک کار کرده بود؟ دزدی او را دیده بودین؟ یا که کدام اذیت براتان رسانده بود؟ این کارا نکنین. البته دیگه دکان تو رو خود دزد نزد آزاد. از اون خاطر قسم میگی. جمشید دیروز گفتن که یک بچه دزدی میکرد. گفتن که در سرش کلاه داشت و پدلونم پوشیده بود. اما تو راست نه؟ اگر اشتباه نکنم همه قسم گفته بودین. یعنی که مرجان بوده نمیتونه. ما همه قسم فکر میکنم. نه ترس مرجان. هیچ کسی تو را مقصر فکر کردن نمیتونه. حالا دیگه بیا امروی ما یک گلاس چای بنوش. چی گفتی؟ بیا ما امروی تستم نترس. نترس خواهر جان بفرما. نوجین مادر کجا رفته میتونن؟ شاید به قصر برگشته باشن خاله فاطمه. بله شاید رفته باشن. تمامش گناهی است. از خاطر ما مادر کلان بالای کلگی قهر شدم معذرت میخوایم. این قسم نگو زهرا دخترم. در واقع یگانه کسی که بیگناه و معصوم است تو هستی دخترم. دیگه این قسم گپ نگویی. اگر نه ازت خفه میشم. نوجین مادر کلان ما. چرا این دختر اینجا همراه تا اوردی فاطمه؟ نمیتونم صبح تنها این کارا رو انجام بدم. از او خاطری رو همراه ما آوردم.
خداوند از شما راضی باشه استاد. چی میکنین؟ لطفا مرا گناهکار نسازین. قسم نگوین. شما بسیار کار خوب میکنین اما شما ایره نمیفهمین. من برای دخترم تنها مانده بودم. شوهرم خدا بیامرز از پیش ما رفت و ما را تنها ماند. درس خواندن دخترم خوبه. شما یک کار خیر میکنین. خداوند از شما راضی باشه. خداوند شما را هم خیر بده خانم. استاد، گپایی که اینا میگن تمام زندگیم است. اگر لازم باشه حتی زندگی خودم فدایشان میکنم. دخترا، کار خانگی تا نوشته کردیم؟ بسیار مقبول است. استاد کل چیز خوب پیش میره. ایلیف جان، من همراه دوران به درد گپ میزنم، درست است؟ تا که شما رسامیتان تمام میکنین من زود پس میم، فهمیدین؟ دوران، من خوب هستم، هیچ مشکلی نیست. در بین مردم مرا هیچ چیز نمیشه، تشویش نکو. نه خیر، نه تشویش چی ملکه. ما فقط از اینجا تیر میشدم و بس. در ضمن خواستم بگویم که ضرر خانه رساندم. بعض اوقات انسان ها نمیتونن با آسانی دروغ بگوین. نه خیر ملکه، دروغ چی؟ تو چی میگی؟ تشویش نکو دخترم. معلوم میشه که تعویض بالای او هیچ تاثیر نکده. من نمیتونم منتظر کار کرده و تعویض بشینم مادر. حالا دیگه با کار بار خود برس. بیبی ملکه، توی مردم درست نمیشناسی. کسایی را که تا امروز دیدی قسم نیستن. اصرار نکو بان که همراهت باشم. دوران، یادت رفت که روزا بالای ما چه قسم چیق میزدی ها؟ به خاطر رفتنم از اینجا هر کاری که خواستی انجام دادی. حالا دیگه چی شده که اینجا هستی دوران؟ تو چرا همیشه مرا تعقیب میکنی؟ ما دختر جان، تو ده اینجا چی میکنی؟ مرجان، گوش کو، اگه میخوای قیمت فیگرام نقره را 20% پایین بیارم. فکر میکنم میخوای از این دکان قمارخانه بساز یازاد. علیکم السلام کاکا، خوش آمدین. از مرجان چی میخواین؟ چی بدی کده براتان؟ اگر در پیشوری ما نباشه بدیش نمیبینیم. تمام دیوانا را اینجا جمع کردی، باز کاش که تنها می باشه. کاکا، شما نمیفهمین که کی هوشیار است و کی دیوانه. باید متوجه گپایتان باشین. چی است؟ به خاطر سر صدا کردن منتظر بهانه هستی؟ حالا دیگه میخوای امرای کاکای دمه قسم گپ بزنی ها؟ کاکا، شما بزرگ ماست، نمیخوایم که در مقابلتان بیادبی کنم، اما وقتتان آزمایش نکنین. آزاد، حال برات نشان میتون. تو از دکان من دوزی میکنی؟ آزاد، تو میخوای چی کنی ها؟ ما کدت کار دارم. او را نزن. گفتم نزن. زورتا با یک طفل نشان میتی ظالم. بخیز بچه. آزاد خان، کار خوب نمیکنی. تو رو خان صاحب میگم و صدای خدا بلند نمیکنیم. اما بگو، یک بار بپرسین از این بچه که چرا دزدی میکنه. نباید لطش میکردی جمشید خان. آزاد خان، تو با دیستای خود قبل خودم میکنی. باز خواد دیدیم که چی میشه. چیزی که باید جواب میشه دیگه مربوطتون نمیشه. گوش کنین، از دکانتان هر چیزی که گم شده در یک فهرست نوشته کنین و برام بیارین. پول تمامش هم من میتم. معلوم میشه که چشم کلتانم مال دنیا کور ساخته. بعد از به خدا
بیا که بریم بچیم. شما هم به دکانایتان برین. خیریت باشه. باز چه مشکل داری؟ هیچ. طرف بازار می رفتم. وقت شما را دیدم خواستم سلام بدم. در این روزا هیچ خوب نیستم. مرا ببخشید. مهم نیست. اما نمیشه وقت عصبانی باشیم باز بالای هر کس وار کنیم. اما تو نیست؟ تو چی کردی دختر؟ من خود چیز را نفهمیدم. مادر تو تشویش نکن. این کار کردم که او دختر از زندگی ما بیرون شود. حالا دخترم به نوجین مادر چای بده. حالا چرا اینجا آمدی؟ تو از ما چی میخوایی دختر؟ راستش نمیخواستم که شما را خفه بسازم. علی و آقا آزاد و محمد ما فقط میخواستم بس است! تو میفهمی که امره کی گپ میزنی؟ من نوجین مادر هستم. چیزی را که من میگم همون قاعده و قانونم است. چی شده دخترم؟ زیاد سوزش داره؟ بیا اینجا. خوب میشه. دجله دجله مرا صدا کردن بیا بیادر. داخل بیا. ای چی است؟ چی میکنی؟ باید همراه من کمک کنی دجله. بگی از اون زنگ بزن. بگی فاطمه بار دیگه بدون اجازه ما کس را اینجا نیاری. حالا دیگه عروس کوچک از پیش چشمام دور کن. بله؟ میخوایم امرای سوناکا بزنم. تو کی هستی؟ خاله ما یکی از دوستای مکتبش هستم. منتظر باش، تلفن برش میبرم. بیگی یک دوستت بر زنگ زدن. تو مرا خدمتکارت ساختی.
بله؟ مشنوم. سلام هستم علی. میفهم که نمیخوای امروز گپ بزنی، اما فقط گپای ما گوش کن لطفا. فردا در جایی که همیشه که دیگه خودم میدیدیم منتظرت میباشم. خواهش میکنم سونا بدیدنم بیا. علی تو دیوانه شدی، امکان نداره. اما من از تو منصرف نمیشم، فهمیدی؟ ایره به یاد داشته باش. زود باش برام بگو یوسف، چی گپ است؟ چند روز میشد که در خانه بودم، گشنگی را تحمل کردم، اما دیگه دیدم که نمیشه. وجودم روز به روز ضعیف و ضعیفتر میشد. چند روز میشه که عمیق قسم شکم خود سیر میکنم. پول ندارم. پیش ما چرا نامده ای؟ شرمیدم بیادر. زهرا نباید خبر شود، درست است؟ یک شرط دارم، بار دیگه نباید این کار تکرار شود. باز وقت ای چیزی به زهرا نمیگم، درست است؟ حالا دیگه غذای تا بخواب، من برات یک جای بوده باش پیدا میکنم. با خدا گه. خاله فاطمه، نوجین مادر چی تصمیم خواهد گرفت؟ اونا براتون چیزی گفتن؟ نمیفهمم دخترم، اما از رفتنت به اونجا بسیار زیاد قهر شد. اما ما خو هیچ کاره نکده. ما به نوجین مادر کلان چی بدی رسانده؟ من هیچ گناهی ندارم. من فقط خواستم که درس بخوانم و حالا میخوایم. خاله فاطمه، من خو مثل دیگر ازشان خواستای به جای نداشتم، پس چرا؟ فقط خواستم که درس بخوانم، فهمیدین؟ دخترم گریه نکو. تو هنوز نوجین مادرت به صورت درست نشناختی. چند روز بعد از قهر خود میگذره و تو را میبخشدنیم. گریه نکو دیگه. خوش آمدین. خوش باشین. استاد خدا کنه که شما را ناراحت نساخته خواهش باشه. میکنم بچه‌ام، یه قسم نگو، من همیال از صنف درسی آمدم. ملکه دخترم میخواست ببینید. او را خود دیدیم. استاد دلیل آمدن ما ای است که برای یوسف یک سرپناه پیدا کنیم. ما برش چی قدم میتونیم؟ همراه ما باشه آزاد. یه قسم به ما کمک میشه. استاد والله گپ دلم گفتین. ای که یوسف همراه شما برای یک آدم خوب باشه بسیار خوب خواهد شد. بسیار تشکر میکنم. صبر کو بچیم، صبر کو. حال دیگه همراه مستی. زنده باشین استاد. شکر که شما را داریم. زنده باشی آزاد، خداوند نگاهت کنه. امروز دخترای زیاد در صنف خاطر ثبت نام آمدن. حالا دیگه به خانه میریم و یک غذای مزه‌دار میخوریم. حالا دیگه بیاین که شما را خانه برسونم. بخواست که بریم. خیرت باشه فرمان. از کجا آمدی؟ از کارخانه آمدم خان صاحب. کاربار چطور است؟ بسیار خوب است. کلگی کار خود به درستی انجام میده. صبر کن فرمان. الیف، پشتت بسیار دق شدیم. میخوای که تو را خانه ببرم؟ استاد ملکه، به الیف چی گفتین که نمیخوای همراه ما بیایه؟ با خاطر که ما پشت الیف آمدیم. یک دقیقه صبر کن فرمان. تو هنوز خبر نداری.
بیا که با هم گپ بزنیم. چی شده؟ برفین خب برفین چی شده؟ ایلی فرات کوب میکرد. چی؟ مادر، نوجین مادر هنوزم خانه نامده. حالا چی خواد کردیم؟ خدا میفهمه که چی تصمیم خواد گرفت. تشویش نکو دخترم. به نظر من جزای اصلی را آزاد، علی و عروس کوچک خواد دید. ما خو هیچ کاری نکردیم. در ضمن بیبی فرمان همراه ما چقدر کمک کرد. حتی در دادگاه به نفع ما دروغ گفت. مادر او خو ما را جدا نمیسازنی؟ حالا اگه خواسته باشم شما را هرگز از هم جدا نمیتونه. بیزو پیش تمام مردم رسوا شدیم. بعد از نوجین مادر گپ هیچ کس گوش نخواد کرد. من برات گفته باشم با زیاد خواد کردی. خب دیگه من خانه میرم. دختر مقبولم. جگر خون نباش. هیچ تشویش نکن. درست است؟ درست است. خداحافظ. خداحافظ دخترم. باز میبینیم. خداحافظ مادر. به امید دیدار. خوش آمدی فرمان. برو داخل، میخوایم امرات گپ بزنم. خیریت باشه فرمان. چیزی شده؟ نکه کدام خبری از نوجین مادر دادی؟ برفین تو چطور بالا یک طفل معصوم دست بالا کده میتونی؟ چطور خواهر ملت کدی؟ بگو. آزاد میفهمیدی شبی لیفته خواب به ما شب بخیر گفت. این یک خبر بسیار خوب است. قسمه که گفتی بسیار خبر عالی است. زحماتت به پاداش نمیمانم ملکه. انشالله آزاد. بسیار عالی است. هر کار را که شروع کنی بسیار خوب به پایان میرسونی. بر صورت ما دیگه خانه میرم. اگر به چیز ضرورت داشتی حتما برام زنگ بزن. البته که زنگ میزنم. تشکر میکنم. میگه که درست است، اما از کلگی که در آخر من خبر میشم. اول به ما بگو. درست است؟ درست است. وعده میکنم. زنگ میزنی نه؟ خب دیگه خداحافظ. تو دیوانه شدی برفین. این فقط یک طفل است. او طفل کوچک به تو چی ضرر رسانده؟ ای خداوند از تهمت ناق ما را نجات بده. فرمان ما چطور این کار کردم میتونم؟ معلوم در که کدام کسی برای دروغ گفته. ما چطور میتونم سر یک طفل خورد دست بالا کنم فرمان؟ دروغ نگو برفین. هوش کرده باشی که برای ما دروغ نگویی. او را دیدم تمام جانش کبود شده بود. وقت پرسیدم سر خودت تکان داد. چرا برفین؟ چرا او را زدی؟ بس است دیگه. از خدمتکاری و خواهر احمقت خسته شدم. فهمیدی؟ خداوند جزای تبتا فرمان. از ما چی میخوایی ها؟ چی میخوایی؟ هنوزم منکر میشی؟ چی گپ است؟ بگو هنوزم منکر میشی؟ الایکو برفین الایکو اوسو برو. دیوانه شدی چطور؟ بخیز دخترم بخیز. شما را چی شده؟ پیش از اینکه نوجین مادر شما را از بین ببره میخواین که کی دیگه خود از بین ببرین؟ لودا پدر میبینه فرمان گپای او استاد احمق باور کرده آمده مرا لات میکنه.
تو هنوزم دروغ میگی ها؟ آرام باش آرام باش. پدری میگه که مهیلی فلات کردیم. وقتی که شوخی کرد باز که به خاطر ترساندنشون از زدم. کلتان بیازی کارا میکنه. من فقط به خاطر خوبیشی کارا کردم. دیگه چیکار پس؟ او استاد از زد خود میگذره. او دیگه چی غرض؟ آل برفین با جای مادر ایلیف است. میتونه که او رلت کنه. فهمیدی یا نه فرمان؟ پدر تمام وجود ایلیف. چوب شو. گپ نزن. آره دیگه میخوای طرفداری استاد احمق کنی ها؟ بیاز از وقت کاملا بالای جان ما شده. بگه پای او معلم گوش داده اومدی بالای خانم خود دست بالا میکنی ها؟ عید نشرمیدی؟ بسیار بد است بسیار بد است. ما زودتر متوجه کدام کارایتان باشم فرمان. ما از این کارایتان خسته شدیم. اما شما صبر کنین. من خوب میفهمم که امرای معلم چی کنم. بسیار خوب میفهمم. برش نشان خود دادم. حتی نخواست که طرفم ببینم. تا امروز من هیچ وقت مادر کلانه به این اندازه قهر ندیده بودم. حادثه بد رخ داد. من میفهمم طرف من بسیار بد سیل کرد. تمامش از دست من شد. از خاطر من بالای توم قهر شد علی. علت یه همه جگرخونی ها من هستم. نه خیر زهرا جان، تو هیچ گناه نداری. قسم نگو. باز بعدن خواد دیدیم. در این موضوع کسایی که بیگناه و معصوم هستن تو و علی هستن. ما کنار نمیریم. علی. بله بیادر. تو باید همتت از دست ندی. درست است. کل ما از شما طرفداری میکنیم زهرا جان. آزاد، ای بار مادر ما بسیار قهر ساختی. خدا نخواسته نوجین مادرت چیزی نشه. زمرد خانم این قسم نگوین. خدا نکنم مادر. نوجین مادر ای چیز نمیشه. کار دگام از دست ما نمیه. چقدر خوشمزه است. باش ببینیم که شوربای من خوشت میایه یا نه. میفهمم که مثل غذای مادرت خوشمزه نمی باشه. حالا دیگه بیا. اینه بخور. اگه خوشت نامد باز برام نگویی. بسیار جگر خون خواد شدم. تو شروع کن. من میایم. درست است؟ سلام استاد. امی خانم است. امی خانم دختر ما به خانه خود آورده. امی خودش است. ها بیا دخترم بیا. زهرا ازت یک چیز میخوایم. من فردا با سوناره میبینم. تو مثل دفعه قبل همراه میایی. اگه هر دوی ما یک جای از خانه بیرون شویم کسی شک نمیکنه. علی ببین نتیجه دفعه قبلم هیچ خوب نبود. اگه جمشید کاکا خبر شوه یا کسه برش بگویه باز چی خود کردی؟ بازم بس اونا بد خواد شد. این خود میفهمی. بیبی بسیار کم مانده که از هم جدا شویم. لطفاً کار نکو که جگر خون شویم. زهرا هیچ چیز نمیشه. توبه لطفاً.
اگه تو همراه سونا درباره طلاق ما گپ بزنی باز خوب خواد شد. لطفاً همراهیم کمک کن. آمر صاحب نمیبینین که از طرز پشت ما پت میشه؟ این میخواه که همراه ما باشه. البته که میخواه، اما چرا میخواه؟ آمر صاحب خودتان ببینین، خوب ببینین، مغزی را پر کرده. این زن اول دختر کلانم از راه کشید، حال نوبت دختر خوردم شده. این زن دیوانه است، چرا که طفل خود از دست داده بود. طفلشان بسیار کوچک بوده، کور از دست داده، حال دیوانه شده. از وقت کاملا میخواد دخترایم از این بگیره. من علی این زن شکایت دارم. آمر صاحب گوش کو، تو چه قسم یک آدم هستی؟ عروس دختر تو کوب کرده، تمام وجودش کبود شده. من میخوایم که از دست و زن نجات بدم، اما تو هستی که میگی علی تو شکایت دارم. این قسم است؟ درست است. آمر صاحب ما علی آدم شکایت دارم. وقتی که اینا ببینن که همراه ایلیف چی شده، بازو وقت چی خواد شد؟ برفینه به زندان مندازن و ایلیف هم در پرورشگاه خود بردن. شما مجبور هستین که دختر به پدرش تسلیم کنین. در خانه خود نگاه کردن نمیتونین. ببینین آمر صاحب من خبرتان گفتم. هر قسم شکایتی که دارین میشه به حوزه پلیس برین خانم. دخترک تو بیا همراه ما. دخترم ایلیفم بیا که بریم. بیا کاکو پلیس هم اینجا است. تو هیچ کسی چیزی کرده نمیتونه. تا وقتی که پدرت همراهت است هیچ کسی به تو دست زده نمیتونه. بیا دیگه دخترم که بریم. بیا دیگه دخترم حالا. بیا که بریم به خانه خود بریم. بیا دیگه دختر قندم. حالا بیا دیگه عزیزم. بیا دخترک قندم. صبر کو. درست است. ایلیف جان هیچ نترس، درست است؟ هر وقت که خواسته باشی ما پیشت میاییم جانم. اگه برفین بار دیگه بالای دست بلند کرد باز پدرش اینجا اساسات من میفهمم که چی کنم. تو تشویش نکو. بس از دیگه، بس از خانم پشت ما را ایلاک و ما را راحت بان. حالا دیگه دخترم بیا که بریم. بیا دیگه بیا حالا بریم دختر خوبم. بریم دخترم بریم. بهشون بردن آزاد. من هیچ کار کرده نتونستم. با ایلیف وعده کرده بودم که ازت مواظبت میکنم. اگه باز امور لط کنه چی؟ ما باید یک کار کنیم آزاد. حتما میکنیم. تو تشویش نکن. وعده تو از بین نخواهد رفت. من همراه راشد گپ میزنم. همراه برفین و فرمانم گپ میزنم. کسی سر ایلیف دست بالا کرده نمیتونه. کم مونده بود که ایلیف به گپ زدن شروع کنه. بله. از وقتی که همراه تو بود ایلیف بسیار زیاد تغییر کرده. حالا که زهرا خبر شوه او بسیار جگرخون میشه. زهرای من او چی میکنه؟ خوب است؟ خوب است. رفته که همراه نوجین مادر گپ بزنه. نوجین مادر خوب میشناسه. بالای او چیغ زده سر و صدا کرده. زهرام ترسیده. نباید دیگه بترسه. بسیار زود از او خانه و از نوجین مادر نجات پیدا میکنه. بعد از فیصله محکمه زهرا همراه ما زندگی خود کرد. ما به خاطر اتاقش لوازم فرمایش دادیم. انشالله کل چیز بسیار زود خوب خواهد شد. انشالله آزاد. خب دیگه نوش جانتان. بچه من هنوز چیزی نخوردی، کجا میری؟ نه خیر مادر، من سیر شدم. چند دقیقه بیرون میرم هوای تازه میگیرم. زهرا حالا دیگه امرم کمک کن. درست است.
خیرت باشه. میبینیم که بعد از دوای طلاقتان محبتتان زیاد شده. باز میخواین چی کار کنین بچه؟ کاکا ای گپ از کجا شد؟ زهرا مرا بیرون میبره، کمی با هم چکر میزنیم و دوباره پس میاییم. هر وقتی که بیرون میرین باز یک کار میکنین. زود باشین در جایتان بیشینین. شما ای جای رفتن نمیتونین. حالا دیگه برین. جوان هستن بیادر، بانک چکر بزنن. تشکر میکنم پدر. فرمان شب چی پخته کنم جانم؟ دلت هرچی که پخته میکنی. فرمان به خاطر پرسیدم که شاید کدام چیز دلت شده باشه. بگو که برای شب پخته کنم. مام گفتم هرچی که دلت میخواه پخته کن. الیف جان، نترس جانم. بیبی چی میگم؟ امروز امرای ما به دکان برو. یک قسم اردوی ما چکر میزنیم، فهمیدی؟ درست است خواهر جانم. دوران یادت رفت که روز بالای ما چه قسم چیغ میزدی؟ با خاطر رفتنم از اینجا هر کار خواستی انجام دادی. حالا دیگه چی شده که اینجا هستی دوران؟ تو چرا همیشه مرا تعقیب میکنی؟ چی میگه زلال؟ چیزی نی. خواستم که یک بار صدایت بشنم دوران. دلم میشه امروز یک جای قهوه بنوشیم یا هم در بیرون غذا بخوریم. چطور؟ دختر فکر میکنم گپ ما نفهمیدی. بعد از این ماه هرگز همدیگر را نمیبینیم. خلاص شد. چلارام از انگشت خود دور بنداز. اگه کسی پرسید بگو رابطه ما قطع شد. فهمیدی یا نه؟ این قسم نگو دوران. من از خود جدا نکن لطفا. یک فرصت دگان بده. اف دختر دیگه ما نگو. چرا گپ نمیفهمی؟ خلاص شد. بفهم. تو قلب مرا شکستاندی دوران خان. قسم میخورم دلت را مشکنانم دوران خان. بخیرمی که نوجین مادر کلان به طلاق ما رضایت نشان داد، ما از هم جدا میشیم. سونا اگه سونا نیای باز چی خواد کردی؟ تو هیچ تشویش نکن. ما تا آخر مجادله خود ادامه میتیم زهرا. کوشش میکنم. منصرف نمیشم. هرگز نمیشم. خان صاحب چی گپ است؟ میخوایم به دیدن خواهرم برام. برم اجازه میتین؟ درست است میتونی بری. تو همیشه بالای او باور میکنی جمشید. تو چی میگی زنکا؟
به دیدن خواهرش نه، به دیدن علی میره جانم. چرا دروغ میگی؟ تو از کجا میفهمی؟ علی خودش زنگ زده بود، با گوشای خود شنیدم. اگه به من باور نداری میتونی بری با چشمای خود ببینی. بیبی ما چی افتم؟ چی از دوران؟ چی بودم ایتانا سوزن است. سوزن دو اتاق ما چی میکنه فاطمه خواهر؟ دیگه جایی نبود که کار خودم میکدی؟ نه خیر خان صاحب، باور کنین ما در اتاق شما هیچ چیز نداختیم. دروغ نمیگم، ما سوزن ننداختیم. ایران مانده امرای شما چی کنم؟ زلال؟ تو در اینجا چی میکنی؟ الماری دوران تنظیم میکردم. چرا؟ از تو باید اجازه میگرفتم؟ میایه، حتما میایه. باز خواد دیدی. میایه. البته که او هم میخواید که بیایه. تو فکر میکنی که نمیایه؟ نمیفهمم. انشالله که میایه. اگه نامده بالاش قهر نشو علی. شاید کدام مشکل برش پیش آمده. شاید هم نیایه.
مثل تو بسیار خاموش است. عجیب است نه؟ در یک طرف مثل تو معصومای خاموش و طرف دیگه گرگای وحشی و درنده دنبالش هستن. الیف تو هم اینجاستی؟ چطور هستی مرجان؟ فرمان بیا که بریم چای بنوشیم. مرکه ما پس میایم. درست است؟ بریم. ای چقدر مقبول است نه الیف جان؟ خوش آمدین خان صاحب. چای می نوشین؟ نه چای نمی نوشم. بعد از این با عنوان پدر الیف متوجهش می باشی فاموندتان هستمت. نمیمانی که ناراحت شوه. فرمان تو هم متوجهش می باشی، ازش حمایت میکنی. اگر از او محافظت نکردین در مقابلتان باز مرا خواد دیدین. تشویش نداشته باش خان صاحب، من خودم متوجهش می باشم. هیچ کسی الیف آزرده ساخته نمیتونه. او امانت مادرم است. باز خواد دیدیم. فعلا روز خوش. بخیر باشین. برو چای را توزیع کو بگی. برو. چی شد؟ دیدی؟ به ما باور نمیکردی. با چشمای خود دیدی؟ اگه باره دیگه برای سنت اومد کنی باز میکشمت احمق. علی بیبی کس آمد. مریم؟ مریم است، خواهر سونا. بله. مریم؟ علی بیادر این سونا خواهرم برات روان کده. اهدیه خانم تنها همی جادو مانده بود که او را انجام دادن به خدا. من از امروز اول زلال خوشم نمی آمد. او دختر لوده. تو چی میگی فاطمه؟ زلال چی کده که قدر قهرستی ها؟ اینا را از اتاق دوران پیدا کردم. از زیر دوشک الماریش یافتم. اینا را زلال مانده. چند روز پیش او را در اتاق دوران دیده بودم. گفتم چی میکنی؟ گفت اتاقش پاک میکنم. برتان گفته بودم او دختر با دوران هیچ مناسب نیست، اما شما گپ ما قبول نکردین. ما با عنوان مادرش او را برای دوران مناسب دیدیم. این قسم سیل نکو. دوران نباید از این جادو خبر شوه. با کسی هم چیزی نگو. فهمیده شد؟ اما عدیه خانم دلیل ملیل نگو. دوران بیزو یک بهانه میخواه پیدا کنه. بسیار خوب است دیگه. یک بهانه پیدا شد. فاطمه چیزی نمیگی. همون قسمی که قدر سالا صدایت نکشیدی بعد از یوم چیزی نمیگی. هر چیزی که من برات گفتم همون کار میکنی. این دختر با دوران کاملا مناسب است. هوش کرده باشی کدام اشتباه نکنی. هوش کرده باشی. پنج روز مانده زهرا، 5 روز. بعد از 5 روز ای همه خلاص میشه و بخیر به محکمه میریم. هر دوی ما آزاد میشیم. خدا کنه علی. اینقدر منفی فکر نکو زهرا. نه نوجین مادر نه هم کس دیگه میتونه مانع ما شوه. ما از هم طلاق میگیریم.
حالا رستم باید بری. به قصر میریم نه نوجین مادر؟ ما باید تا یک جای بریم رستم. را برو. علی چی شد؟ سرطان ناوقت میشه بچه؟ آماده میشه پدر. بسیار هیجانی است. کدام ما هیجانی نیستیم. بخیر امروز این موضوع بسته شود. مام هیچ باورم نمیشه که چطور این روز به خیر رسید. بریم از بیرون ببینیم که چطور به این روز رسیدیم تا بفهمیم. اما تو نیست؟ بیاین که بیرون بریم. ما از انتظار کشیدن زیاد خسته شدیم. بریم قدم بزنیم. حالا بریم دیگه. نمیفهمم چرا نوجین مادر تا هنوز چیزی نگفته. چطور خاموش بوده میتونه؟ چطور اجازه داده میتونه؟ نمیفهم عادیا نمیفهمم. برستم زنگ زدم اما موبایل جواب نمیده. حالا ایلیف جان به خاطر می لقمه را بخو. تو چقدر راحت هستی. چند ساعت بعد محکمه فیصله خود صادر میکنه. چی کنم؟ اشتا فکرش نیستی نه فرمان. اشتا فکر جدا شدن ما نیستی. ما را جدا میکنن. شاید ما را بکشن. چیزی که قسمت ما باشه از دست ما چیزی ساخته نیست. نه خیر، کلی چیزا نباید به قسمت بسپاریم. حتما یک راه حل وجود داره. من مطمئن هستم وجود داره. نوجین مادر نوجین مادر چی گپ از شما ایلیف کجا میبره؟ سلام علیکم. علیکم سلام. ما آماده هستم بریم. آلیاس بعد از محکمه غذای پیروزی را یک جای میخوریم. زیاد عجله نکنین. یک بار این موضوع یک طرفه شود. باز هر کاری که بخواین انجام میتیم. اشتباه میکنی آزاد. دوباره اشتباه میکنی.
دیوانه بیعقل، تو ده اینجا چی میکنی؟ حداقل سگم با وفا می باشد دوران. تو خو وفام نداری. از اینجا گم شو. تو هیچ مهمان نوازی را یاد نداری. شرم است به خدا. سالها با هم دوست بودیم اما تو نیست؟ بها گفتم از اینجا گم شو. وای دوران عاشق وای. در واقع تو دیوانه وار عاشق و استاده احمق شدی. بیعقل پس. تو احسانمند ما هستی. اگه مانع افتتاح او مکتب خصوصی کوچک نشی بدون ای که درباره چیزی هم فکر کنم معشوقت از بین میبرم. دیگه شما مانع ما شده نمیتونین. این آخرین روز بدبختی ماست. متاسفانه که درای غلط رفتین. حالا خو میرین اما میفهمین که پس هم اینجا میایین. نتیجه مثبت گرفتن نمیتونین. کاکا نباید خود ناق به زحمت بسازیم. به یک نتیجه هم میرسیم. کار که شما میکنین اشتباه است. نوجین مادر را میره خواد فهمید. ما و زهرا از زندان شما نجات پیدا میکنیم کاکا. نه شما نه هم کسی دیگه مانع ما شده میتونه. بعد از تا وقتی که من زنده هستم هر چیزی که رسم ما امر میکنه همون کار باید شود. رسم برای ما میگه که چون زهرا دختر اصلی راشد بی غیرت نیست، دختر اصلی راشده به عنوان عروس بگی. بعد از عروس خورد ای قصر ایلیف خواد بود و تا زمانی که به سن قانونی خود میرسه همینجا می باشه. فهمیدین؟ نخیر، شما این کارا کده نمیتونی. حالا باید هر کاری که میکنیم از توی اجازه بگیریم. چیزی که رسم است همون کار میشه. وقتی که ایلیف خواهر اصلی فرمان است، پس عروس اصلی خانه و خانم اصلی علی ایلیف است و کسی از تصمیم من سرپیچی کده نمیتونه. تو جای نرو. مادر کلان تو هیچ گپ نزن آزاد. تو دیوانه شدی خانم نوجین. چرا چپ هستین؟ گپ بزنین نه؟ هیچ کدامتان نمیتونین منی زن شوین؟ تنها کسی که در این خانواده هوشیار است، عقل داره، آزاد است. گپ بزنین، چرا خاموش هستین؟ باساز دیگه کاکا. بیبی چی میگم؟ اگه با یک تار موی ملکام سرار برسانی میکشم. راست میگی؟ به می اندازه دوستش داری دوران؟ وقتی دختری قدر برات ارزش داره پس به جایی که مرا تهدید کنی برو او را قناعت بده. اگه زیاد ضرر میکنی. گفتم براش ضرر نمیرسونی. فهمیدی؟ کوشش نکن کدام اشتباه کنی دوران. تو مجبور هستی گپای مرا رد نکنی و برش عمل کنی. استاده مجبور بساز که از افتتاح او سالون منصرف شوه. این قسم نه تو را چیزی میشه نه او استاد احمقه. ما هم خوش میباشم.
ملکه کاری که در حق زهرا کردین با ایلیف انجام دادن نمیتونین. اجازه نمیتونم کورام اینجا زندانی بسازین. تو کی هستی کمره من قسم گپ میزنی ملکه؟ همیال از اینجا برو. تا که ایلیف زهرا را همراهیم نبرم جای نمیرم. زهرا هر جایی که میخوای رفته میتونه، اما ایلیف حال عروس ماست. این چه قسم رسم رواج است؟ رسم رواج باید به یک خانواده خوشی بته نغم. شما بزرگی خان هستین، باید کار خوب به اولادا یاد بتین. جمال تو خود چی؟ حتی گذشته تا به یاد نداری. باز از رسم رواج چه تو میفهمی جمال؟ آزاد این دختر از زود از اینجا ببر، دیگه نمیخوایم دخالت کنه. هلا تا کلیفه نگیرم از اینجا هیچ جایی نمیرم. من اجازه نمیتم کود این خانه تنها باشه. صبر کن ملکه، این کارا قسم حل نمیشه. نوجین مادر ببینین که چی میگه. چوب باش آزاد، چوب باش. تو در این زندگی مرا بیش از هر کس دیگه آزرده ساختی. ما از تو ایچی توقع را نداشتم آزاد. برات بسیار شرم است آزاد. میبینی هیچ کس به زنگم جواب نمیده. ده او حولی کلان یک نفرم نیست که موبایل جواب بده. برفین چرا ای کار کرد؟ نوجین مادر به خاطر چی ایلیف برد؟ شاید زهرا خواسته که خواهرش همراهش باشه. من همون تو فکر میکنم. فرمان تو کجا میری؟ فرمان کجا میری؟ جواب بده. خدا جزایی بده. بعد از انجام دادن این کار کس دخالت نمیکنه. کس رسم ما را زیر پا نمیکنه. در غیر از او مرا نادیده میگیره. نوجین مادر کلان، ما براتون عذر میکنیم این کارا نکنید. او هنوز بسیار خورده است. خواهش میکنیم با ایلیف این کارا نکنید. ببینید که چقدر ترسیده. چه قسم دست و پایش میلرزد. دلتان هیچ برش نمیسوزه. بیازو از وقتی که مادر مرده تا حالا هیچ درست گپ نمیزنه. خواهش میکنم نوجین مادر کلان اجازه بدین که خانه بره. تو به خانه خود برو زهرا. چرا این قسم سیل داری؟ همیشه میگفتی چی وقت از این خانه برم. حالا بخیز برو دیگه دختر. تو اینجا بودن نمیتونی. اما نوجین مادر کلان. ای بخیز برو دیگه گفتم. گپ مادر من نشنیدی؟ هلا هاش کن چی میکنی؟ بخیز برو دیگه. کاکا استاد باش. تو چی میخوایی آزاد؟ چقدر ما را ناراحت میسازی؟ تا چی وقت بگه پای شیطان گوش میتی؟ ایلیف رستم این از اینجا ببر. نه زهرا دخترم حال از اینجا برو. رستم دختر ایلا کن. اما خان صاحب. اما خان چی؟ زهرا آقا آزاد، ایلیف زیاد ترسیده. او را از اینجا باید ببره مگه نخواهد مرد. او تحمل نداره. ایلیف نزدیک نشو. ما شما را قسم نمیمانم فهمیدین؟ نه زهرا را نه ایلیف هم میتونین که همراه خود نگاه کنین. یه اجازه را براتون نمیتم. هرگز اجازه نمیتم. میمونم اما نمیمونم. رنگ تکان کن.
استاد ملکه، ایلفا باید از اینجا ببریم. او را باید نجات بده. خواهش میکنم او را اینجا نمانین. زهرا جان تو تشویش نکن، خاطرت جمع باشه. ما یک کار میکنیم. حق ندارن نیلیفا به زور امرای خود نگاه کنن. هیچ دلیل ندارن که کار کنن. راحت باش، تو تشویش نکن. زهرا چی شده؟ ایلیف کجاست؟ ایلیفا گرفتن بیادر به جای ما. او را در این خانه به صفت عروس خود گرفتن. برو دختر، خنک میخوری. داخل بریم. بیا. ما کی هستم ها؟ بگوین ما کی هستم؟ تا چه وقت شما درباره زندگی ما تصمیم میگیرین؟ همه قدر عذاب دادنتون برای من کافی نبود؟ علی قلبم آتش گرفته. آتش چرا این کار میکنین؟ چرا؟ شما مرا تباه ساختین. تباه. دیگه شما از من چی میخواین؟ چی میخواین مادر کلان؟ تو همیشه میخواستی از زهرا طلاق بگیری، پس منتظر چی هستی؟ برو حال طلاق بگی. چطور این کار کده میتونن؟ ایلیف هنوز بسیار خورده است. لطفاً آرام باش فرمان. حالا دفعتاً ایلیف خود عروس خود نمیسازن، او را بزرگ میسازن، بعد از اون نکاحش میکنن. راست گفتی جانم. مثل برای او را پیش خود نگاه میکنن و بعد از او مثل گوسفند قربانیش میکنن. میخوای امیر بگویینی برفین خانم؟ تو هم از امی خانواده هستی، باید تی گپ بگویی. به محکمه میریم ملکه، دعوا باز میکنیم. آقا آزاد منتظر روز محکمه بودن نمیتونیم. ایلیفا باید همیال امرای خود ببریم. خواهش میکنم کمک کنین آقا آزاد. اگه شما این کارا نکنین من خودم این کارا میکنم، اما ایلیفا در اینجا نمیمانم. زهرا تو نرو. من متوجه ایلیف میباشم، درست است؟ گریه نکو. برو. وکیل زنگ زده. بله وکیل صاحب، درست است، عاجل می آییم. جلسه محکمه شروع میشه. بریم زهرا، زود باش. علی طفلک بیچاره زیاد ترسیده. لطفاً این کار نکنین. بیازو علیام نمیخواه که داینده همراه ایلیف عروسی کنه. ایلیف و زهرا بیازو طفل هستن، علیام خورده هستن. تا امروز یک بارم تو مرا مادر صدا نکدی. با او خانم با اولادایت بچیم نگفتی. همون قسمه که ما را فراموش کردی، نام خوده، همچنان تخلص خوده، حتی رسم رواج خوده فراموش کردی. جمال، روزی که خودت شناختی که کی هستی مرا باز درک میکنی. او را ببر، سر و رویش پاک کو، لباسایش تبدیل کو. درست است نوجین مادر. بریم دخترم. بخیر محکمه فیصله میکنه. شما از هم جدا میشین. باز امرای پلیس میریم
او وقت مجبور میشن کلیفه رها کنن. تشویش نکو، فعلا هیچ کار کده نمیتونن. اینقدر زود او کلان نمیشه. نوجین مادر قهر است. کمی آرام شوه باز به اشتباه خود پی میبره. بگیرویده باشه دخترم. الیف گریه نکو دخترم، بس از دیگر گریه نکو. دختر قندم آرام باش. آفرین، تو را چیزی نمیشه، درست است؟ دختر مقبولم، آفرین. حالا دیگر نوجین مادر نمیخواست را آزرده بسازه. بسیار بالای ما قهر است، بسیار قهر است. از او خاطر جمال هوش کنی که دیگه از ما دور نشی. حق به جانب بود. راست میگم، من هنوز خودم نمیشناسم، نه حتی خانواده خود، اولادای خود نمیشناسم. پس از او دختر چطور دفاع کده میتونم؟ من هیچ صلاحیت ندارم که چیز بگویم. نوجین مادر، شما بهترین کار انجام دادین. باور کنین کلکی باید حد خدا بشناسه. ها مادر، کسایی که در نبود خود در کار میکدن حال کار کدن نمیتونن. قدیم بفرمایید مادر جان. راشد اینجا بخواه. پدر، چرا خاموش هستی؟ چرا چیزی نمیگی؟ برات گفتم نوجین مادر الیفا به جای زهرا گرفت. پدر پدر یعنی که نوجین مادر با این کار شما را بخشیده و تو نیست؟ ها فرمان؟ پدر فکر کنم گپ ما درست نفهمیدین. الیفا به صفت عروس و خانه گرفتن دخترت میگیرن. بله قدیم خان. گوش کو چی میگم. قفل ای دکان تغییر بتن. بچه‌شون خان صاحب. چرا نوقت کردین؟ کدام مشکلی پیدا شده بود؟ نه خیر. کدام تغییرات خود تصمیمتان نخواد آمده باشنی؟ نه خیر، البته که آمده. امروز بخیر همه چیز خلاص میشه. علی کرمانیا و زهرا کرمانیا، بریم. این لباسا بسیار برات میزیبه. الیف جان، این قسم قهر نباش. بیا بکن مویای تشانه کنم. مویای چقدر مقبول از دختر گلم. الیف جان، نمیخوای که مویای دیگه که تشانه کنی دختر قندم؟ آله این قسم چوتیش میکنم ها؟ قسمی که همه ما دیدیم طرفین بر رضایت خود حاضر شدن تا از هم جدا شوند. قاضی صاحب، تو زهرا کرمانیا میخوایی از شوهرت علی کرمانیا طلاق بگیری؟
از تو پرسیدم میخوای از شوهر طلاق بگیری؟ زهرا بگو. نخیر، نمیخوایم طلاق بگیریم. زهرا تو چی میگی؟ قاضی صاحب ایره تهدید کردن، زهرا را ترساندن، گفتن نباید طلاق بگیره. دا جایت بشی چوب باش، اگر اخراجت میکنم. خانم کوچک گفتن که طلاق نمیگیره. قاضی صاحب فیصله کنین، میخوای هرچی زودتر از این شکنجه خلاص شوم. چوب باش بچم، نوشته کو فیصله میشه. نوشته کو نظر به احتمال که وجود داره تاریخ جلسه را به تعویق مندازیم. رفته میتونین. روز بخیر نوجین مادر، مرا خواسته بودین؟ بفرمایین. آدم واری بیشی. ایلیف تا زمانی که سن قانونی خود پوره نکده در این خانه زندگی خواد کرد. بعد از او عروس این خانه خواد شد را شد. البته که شما مناسب ترین کارا میکنین نوجین مادر، اما ایلیف بعد از مرگ مادرش هیچ خوب نیست، مریض شده، هیچ گپ زده نمیتونه. در ضمن نوجین مادری را خو میفهمین که ایلیف هنوز در طفل این است. خانه دخترت به بهترین شکل پرورش خواد دید را شد. از خانه تو کدام بهتر؟ فکر میکنی که برفین دیوانه از او طفل مواظبت خود کرد؟ این خود درست است، اما خب فکر میکنی باید از تو بپرسم که چی کنم چی نکنم؟ نخیر نوجین مادر، استغفرالله، هنوز به او نرسیدیم. البته که هر قسم شما مناسب ببینین همو درست است. من در حد نیستم که سوال کنم. پدرت آمده دخترم. زهرا تو چطور این کار کردن میتونی؟ چطور؟ دست مرا اله کنین استاد. ما باید خواهر خدا نجات بدم، او را از اونجا باید ببرم. احمق، تو چی کردی؟ ها چی کردی؟ فکر میکنی اگه ما طلاق نگیریم کل چیز خوب میشه؟ ایلیف همونه رها خواد کردن ها؟ آرام باش. علی هم راست میگه آقا آزاد، اما آمدیم که مسئله طلاق حل کنیم. یک مشکل دیگه پیش شد. این دیگه چه قسم است؟ وکیل صاحب ما باید صبر داشته باشیم. ما باید ایلیف نجات بدم. زهرا زهرا علی ایلیفم، دخترم مقبولم، نازدانه ما. بیبی دخترم اینجا بسیار قصر بزرگ است، اما تو نیست اتاقای بسیار مقبول داره. تو هم یک اتاق جدا داری دخترم. تمام نعمتهای خداوند اینجا پیدا میشه، بسیار زیاد خوب است. بیبی خاله فاطمه هم اینجا است، او متوجه تو میباشه دخترم، تشویش نکو. در ضمن تو نباید مثل خواهرت کدام کاری کنی. گپ کلگی را گوش کو، درست است؟ گریه نکو دخترم، گریه نکو. بیبی ما خود دور نیستیم، دمی شهر هستیم. ما و بیادرت هر وقت که خواسته باشی به دیدنت میایم، تشویش نکو. هر وقت که خواسته باشی به خانه خود آمده میتونی، خاله فاطمه را میاره. اما تو نیست؟ حالا دیگه دختر نازدانه پدرش. برو. برو دیگه ایلیف جان.
زهرا زهرا تو کجا رفتی؟ زهرا زهرا بیادر کدام دختر خورده دو حالت دویدن ندیدین؟ نه خیر بیادر ندیدیم. درست است، تشکر بیادر. کم از دیوانه شو مازاد. زهرا تو چطور این کار کرده؟ میتونی چطور؟ به خاطر خواهر خود این کار کرد. به فکر خواهر خود است. تو چی کردی زهرا؟ چی کردی زهرا؟ چی کردی؟ علی آرام باش. بیادر چطور آرام باشم؟ چطور آرام باشم؟ چطور آرام باشم؟ بس از دیگه خسته شدیم. اونا زندگی مرا تباه کردن، حال دیگه میرم خستش از اونا میگیرم. قصر سر نگون خواد کردم. علی آره باید به شالیان بریم. علی بیادر علی بیادر در سرک فرایی کسو به این اندازه تیز میره. کمرم آیسا کمرم. دختر قندمی کارا نکن. تو باید دیگه در اینجا باشی. حالا خانه تو به همیشه هم اینجاست، درست است؟ حالا دیگه دخترم گریه نکن. برو دیگه پدرت جیگر خون نساز. برو حالا دخترم. بس از دیگه، بس از. چرا نمیفهمی؟ اگر از پشت من بیزنه من دیگه از پشت من فهمیدی؟ من تو رو نمیخوایم، تو رو دوست ندارم. فهمیدی؟ دوستم ندارم. زهرا شما ایلیفا امرایتان نمیبرین؟ ما پایایتان مفتم خواهرم از اینجا ببرین. لطفاً او را نجات بدین، او را از اینجا ببرین. مرا هیچ دوست نداشته و دوستم نداره، اما ایلیفا دوست داره. این را میفهمم، چرا که او دختر اصلی تان است. لطفاً او را از اینجا ببرید. او را در اینجا نمانین پدر. بخیز دخترم، بخیز قندم. داخل بریم ایلیف جان، گریه نکو. دیدی که پدرت چی گفت هر وقت پشت شاندق شدی پیشت میاین. دازم هر وقت که خواسته باشی تو را منجا میبرم. ها دخترم؟ حالا دیگه قند خالش گفت مرا قبول کو. بخیز که داخل بریم. به اینجا هوا سرد است. بریم دختر قندم، بیا. ایلیف دا اونجا من تنهایی خوابیده نمیتونه، میترسه. بیوزا از گپ زدن رو مونده. اینا خو میفهمید که مشکل خدا با کسی گفته نمیتونه. حتی اینا گفته نمیتونه که گشته شده یا تشنه. اگر کمی هم دخترتان دوست داشته باشین بازو را نجات میده. لطفاً او را از اینجا بیرون کنه. فکر میکنی که قلب من میسوزه؟ من جگر خون نیستم. من دوری او را تحمل کنم میتونم. ها من او را بسیار دوست دارم. او دخترم است.
جانم است، اولادم است، زندگیم است. خانمم ازم گرفتن و از بین بردن، اما من چیزی گفتن نتونستم. تو خود دیدی که گلسوم چه قسم دفن کردم، مرا پیش کلگی رزیل ساختن. من همه قسم رزیل هستم همه چیزایم است. اولادم از پیشم گرفتن. من دیگه چی کنم؟ چطور میتونم از اینا بگیرم؟ زهرا، اینا بسیار قوی هستن. اگه بخواین ما را از بین برده میتونن، هیچ کاری کردن نمیتونیم. نوجین مادر کلان، دروازه را باز کنین، خواهش میکنم. نوجین مادر کلان، دروازه را باز کنین. از علی طلاق نمیگیرم. تمام گپایتون را قبول میکنم، قسم میخورم. لطفا دروازه را باز کنین، ایلیفه رها کنین. نوجین مادر کلان، ایلیفه رها کنین. نوجین مادر کلان. و لطف خداوندی صنف درسی را باز خواد کرده. انشالله استاد، با ما کدام امری باشه؟ نه خیر، تشکر، کل چیز آماده است. شما فقط شاگردای ما را به وقتش اینجا بیارین. استاد میشه چند دقیقه گپ بزنیم؟ به اجازه تان. درست است استاد، پس ما هم دیگه میریم. بیا بیشی. استاد شما کار درست نمیکنین، از این کارهای خود دست بردارین. دامن خیر دراز است بچیم. اول پرده ای که پیش چشمت گرفته پس که باز گپ بزن. من از تصمیم منصرف نمیشم. در این صورت نه تو مرا خسته بساز و نه من تو را. این صنف هم ما باز کردیم و تو هم دخالت نکن. بیبی ابراهیم خان، من نمیخوایم همراهت بحث کنم. زندگی از روی نوشته های کتاب پیش نمیره. سرت بلند کو و چهار طرف خدا بیبی. اگه اینجا بسته نشه براتان خوب نخواد. برعکس، اگه اینجا بسته شوه بر ما خوب نخواد شد. اینجا دروازه امید تمام اطفال است. فکر میکنم گپ من نفهمیدی. اگه اینجا را باز کنین ملکه را از بین میبرم. بس از دیگه از کلتون خسته شدیم، نمیخوایم شما را ببینم. مرا تنابانین برین از پیشم، چرا گپ من نمیفهمین؟ نه زندگی خسته شدیم. علی آرام باش لطفاً. بیبی زهرایی کار قصدن نکده، به خاطر ایلیف بود. ما تا جلسه دیگه او را قانع میسازیم، باور داشته باش. در ضمن تا او وقت ایلیفم نجات خواد دادیم، باز هیچ موانعی پیش رویتان نخواد بود. استاد بازم کسی دیگه در زندگی من خاط آوردن، بازم زندگی من را دوباره تباه خواست ساختن. من اینا را مشناسم، از کاراشون خسته شده. ملکه تو پیش زهرا و الیف برو، من علی را پیش دکتر میبرم. درست است. زنده باشی علی جان. بیا حالا دیگه شعر بیادرش آیسته بالا شو. برو. آفرین. میفهمم اونا یک بار مرام تهدید کرده بودن که اینجا را باز نکنیم. من از امو اول به ملکه دخترم گفته بودم که قسم خواد شد، اما او در کارش جدی است. شکر که عقب نرفت. او همی قسم زدی است. زدی نیست، جسور است. از انجام کار نیک دریغ نمیکنه. پس میشه بگویم که زدی نه، با اراده است بچین. خب استاد شما همراهش گپ بزنین، باز شاید از این کار منصرف شوه. من گپ خود گفتم دیگهش مربوطه خودش میشه. استاد ببینن، اگه شما از این کار دست بکشین او هم منصرف خواهد شد. این کار را نکنین. من نمیتونم که او اطفالا ناامید بسازم. من نمیتونم اونا را دوباره دو تاریکی روان کنم. نوجین مادر کلان، دروازه را باز کنین. نوجین مادر کلان، دروازه را باز کنین لطفا. خاله فاطمه، نوجین مادر کلان کجاست؟ در داخل است. نوجین مادر کلان. بله دوران. بله ملکه، تو کجاستی؟
همه کار دارم، دم نیت هستم. گوش کن ملکه. بنا حق خود خستان اساس دوران. هیچ کس مانع ما شده نمیتونه. بی از او علینا شکایت هم کردیم. شما نمیتونین کلیف دو قصر نگاه کنین. تو همونجا باش، ما پیشت میایم. الیف تو در جایت باش. مرا ببخشید نوجین مادر کلان، مرا ببخشید. الیفم ببخشید. خواهش میکنم نوجین مادر کلان، من پیش رویتان هستم. قدیم ایره بیرون کو. خواهش میکنم نوجین مادر کلان، به پایایتان مفتم خواهرم اعلا کنین. من دوباره آمدم، از علی طلاق نگرفتم و هیچ وقتم طلاق نمیگیرم. لطفا هر کاری میکنی بکن. تو دیگه آزاد هستی زهرا. این کارا نکنین. الیف اعلا کنین بانین که بره. تو خو میخواستی که از اینجا بری. دروازه باز است، رفته میتونی. اما خواهرت همینجا میباشه. نه خیر. خواهش میکنم خواهرم اعلا کنه. لطفا خواهش میکنم بانین که حالا بره. نگاه گفای مادر ما نشنیدی؟ از اینجا بیرون شو. لطفا مرا ببخشید، من نمیرم. مرا ببخشید لطفا. الیف من تو را از اینجا نجات میدم خواهر جان. تو هیچ ندرس، من تو را از اینجا بیرون میکنم. فاطمه دیگه به روی زهرا دروازه را باز نکنی. او دیگه در این خانه نباید داخل شود. لوازمش را جمع کن و از دروازه بیرون بنداز. هر جایی که میخواه بانش که بره. کجا خود رفت مادر؟ به خانه او ملک احمق میره، مثل خود میسازش. اوف چوب شو دیگه، وز نکو. تو و خواهرت ما را دیوانه خواد ساختین، اعصاب بر ما نماندین. خانم ایدیا ایران ببرم؟ باید در پیش چشمای ما باشه. تو کاری را که مادرم گفت انجام بده. لوازم او احمق بیرون بنداز. گم شو. دگاه نبین اومد. دگاه ای طرف نبین اومد. الیف 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 لطفاً مرا اعلا کنین، بلیاز خدا مرا چیز نشده اعلا کنین. میخوایم که برو. یک حادثه کوچک اتفاق افتاد، اما به خاطر که مطمئن شوم او را به اینجا آوردم. به زوداد سعید صدمه ندید آقا. تمامش تاثیر عصبانیت است. فعلا برش یک پیچکاری مسکن میتیم، بعدا دوباره معاینش میکنیم. لطفاً مرا اعلا کنین، بلیاز خدا چیز نشده اعلام کنین. لطفاً آرام باشین. دکتر مرا اعلا کنین، مرا چیز نشده. بانین که خانه برم، چرا مرا اینجا نگاه کردین؟ خداوند لعنتت کنه زهرا، خداوند جزایت بده. تمامش به خاطر تو شده. سونا گوش کو سونا، این نزدانگی خدا برس از جمشید کو. یک بار چشمای جمشید باز کنم، باز فریبکاری های توضیحات شد. او وقت چی خواد کردی باز میبینیم. بله بفرما جمشید. تشکر، خوب هستم. تو چطور هستی؟ او هم خوب است. تو تشویش نکن. قرار شیشته.
از دست ما شد. تمامش از دست ما شده. اول از زهرا را و حالیم زندگی لیف و تبا ساختم. خواهر خدا دا آتش انداختم. چی گپ است؟ تو چی گناه داری فرمان؟ جگرخون نباش. معلوم میشه که نوجین مادر همین قسم مناسب دیده. اما کی بایسی کار شد برفین؟ ما تو نبودیم ها؟ اگه ما تو فرار نمیکدیم بازیلیف و زهرا به این حالت میرسیدن. اما وقت باید دی باره فکر میکنی. حالا دیگه هیچ فایده نداره که دی باره گپ میزنی. دیگه چپ شو. چپ باش. گپ ناق نزن. چطور چپ شوم پدر؟ چطور تحمل کنم؟ ایلیف دا اونجا تناس. قلب تو نمیسوزه ها؟ هنوز از دهن ایلیف بوی شیر میآید. بوی شیر. چطور قلبم نمیسوزه؟ او اولادم هست. جانم از جانم، دختر اصلیم. قلبم به خاطرش میسوزه. اما چی کده میتونم؟ هیچ کار از دستم نمیتونم هیچ کار کده. فهمیدی؟ هیچ کار کده نمیتونم. هیچ. بفرمایید. راشد کارا شما هستین؟ بله خودم هستم. علیه شما شکایت شدم. باید با ماموریت پلیس بیاین. درست است. بالا پاش خود گرفتم این. مادر، جمال بسیار خفه شده. یک کلمه گپ هم نمیزنه. میترسم که بازم خانه را اعلام کده نره. اگه قوانین ما را قبول نداشته باشه، اگه گپ ما را قبول نداشته باشه، رفته میتونه. اگه اولادم قسم باشه یا که نواسیم قوانین ما را قبول نداشته باشه، باز ما او را آق خواد کدم. دیگه ما او را قبول نمی کنم. چی شده؟ مادر و استاد بازم کار خود کده. از راشد شکایت کده. این قسم که از پس آزادم همراهش است. بخیز دختر، بیا که بریم. حرکت کن. ایلیف دور باش. دست نزن. آقا قدیم، ایلیف امرای داره کجا میبره؟ باسازگاه دور باش. داخل برم. ایران ماندیم که تان چی کنم. استاد کنه. نره اینو را کجا میبره؟ ایلیف خواهر جان. مالکا، میشه کمی گپ بزنیم؟ دوران تو وقت کدی. ما علیه خانواده شکایت خود کدم. راشده به تحقیقات خواستن. اجازه نمیتونی لیف در خانه شما باشه. درست است بابرش، اما ما به خاطر یک کار دیگه آمدیم. به خاطر کدام کار؟ میخوایم درباره صنف درسی امرایت گپ بزنم مالکا. خوب گوش کن که چی میگم. تو را پیش پدرت با اوزا میبرم. در اونجا هر چیزی که من میگم همون کارا میکنی. فهمیدی؟ فردا اونجا را افتتاح میکنین. بله، میخوایم هر چیز زودتر درس را شروع کنم، به خاطر که به امتحاناتم وقت کم مانده. مالکا، تو این کار کده نمیتونی. چرا؟ اگه اونجا را باز کنی برات درد سر جور میشه.
یعنی که تو برام درد سر جور میکنی. مانه اما کسایی هستن که نمیخواین اونجا را باز کنی. ایره خودت میفهمی. مرا ترسانده نمیتونن. بهتر است تشویش نکنی. به خاطر آینده اطفال هر کاری را میکنم. اما زندگی تو را تباه خود کردن. اگه او صنف باز کنی به خطر مواجه میشی ملکه. لطفاً. خوب است دیگه. شما از شهر من نجات پیدا میکنین. ایلیف جان تو خوب هستی؟ تشویش نکن جانم. ما تو را از زندان نجات میدم. تو نترس. درست است؟ فکر میکنم زیاد فیلمای ترکی را میبینی استاد. تو خودت چی فکر میکنی؟ سوپرمن فکر کردی ها؟ دیر یا زود عدالت اجرا خواهد شد. شما جزای تمام کارهای خود خود دیدین. باز میبینیم. هر کار که از دستت میاد انجام بده. او وقت معلوم میشه که کی ضرر میکنه کی فایده. اونا کدام طرف رفته باشد؟ خواهر من کجا برده باشه؟